به شما دوستان عزیز من سلام میکنم. روز به شدت سنگینی رو داریم. در دنیای AI 3 تا خبر منتشر شده که هر کدوم به تنهایی یک شوک هستن در دنیای هوش مصنوعی و قاعدتاً باید جدا جدا اینا رو بررسی بکنم. منتها چون این خبرها خیلی سریع اومد، توی این ویدیو در مورد هر سه تاش صحبت میکنم و در ویدیوهای آینده هر کدوم از اینا رو جداگانه بررسی میکنم. و اما خبر اول، کلینگ O1 منتشر شده. یک فنامنا، یک شوک، یک چیز عجیب غریب در دنیای جنریشن ویدیو که آدم ویدیوهایی که باش درست میشه رو میبینه اصلا کیف میکنه، میگه به به واقعا AI به جای خوبی رسید، انگار به پختگی و بلوغ رسید. چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ قبلش اینو بهتون بگم، انقدر الان سرورهای سایت کلینگ شلوغه که فکر نمی‌کنم بتونید الان چیزی جنریت بکنید. من الان نیم ساعته قبل از ضبط این ویدیو دارم زور میزنم که یه دونه ویدیو جنریت بکنم، اما نمیذاره به خاطر اینکه اینقدر شلوغه. بریم توی صفحه اصلی سایت کلینگ AI، لینک هرچی که میگم براتون توی دیسکریپشن میذارم. بنرهاش رو زده و من روی Experience Now کلیک میکنم. طرز کار خیلی ساده است. ما اینجا میایم پرامپتمون رو مینویسیم، اینجا مشخص میکنیم که میخوایم ویدیو جنریت بکنیم یا عکس جنریت بکنیم. اینجا حتما مطمئن میشیم که از مدل ویدیوی O1 داره استفاده میکنه، همون مدل جدیدی که شوک وارد کرده. اینجا تنظیمات دیگه درست کردن ویدیو برای ما وجود داره، چیزایی مثل دیوریشن، مثل اسپکت ریشیو یا نسبت تصویر و اینکه توی هر خروجی چند تا آوتپوت به ما بده. یک مود استانداردی داره که الان اویلیبل نیست و مود پروفشنال داره که اویلیبل هست. اینجا پرامپتمون رو می‌نویسیم، میتونیم المنت اضافه بکنیم یا عکس و ویدیو بهش اضافه بکنیم که بر مبنای عکس و ویدیوی خودمون یا المنتی که بهش دادیم بخواد برامون خروجی جنریت بکنه. شاید سوال بکنید که المنت چیه؟ المنت در واقع یک سری المنت هایی هست که خودشون از قبل دادن به کلینگ AI. یعنی چیزایی مثل این، مثلا من بخوام یک گربه این شکلی اضافه بکنم، نیاز نیست پرامپت بدم که یک گربه با ویژگی های فلان فلان فلان. این المنت رو اضافه میکنم و در ویدیویی که من جنریت میکنم وجود داره. یا مثلا بخوام از یه همچین ماشین تایپی استفاده بکنم یا از یه همچین گل روز دیگه نمیدونم چی روزی استفاده بکنم، موتور فلان، هر چیزی، فقط کافی این المنت رو انتخاب بکنم که دیگه نیاز نباشه نیم صفحه پرامپتش رو بنویسم که اینو برای من جنریت بکنه. اینو ببندم، میتونم عکس یا ویدیوی خودم رو هم براش بفرستم. مثلا آپلود ویدیو نه، بذار یه عکس آپلود بکنم. یکی از عکسای خودم رو براش فرستادم و یک سیستم خیلی جالبی داره که کاش بقیه ابزارها هم ازش استفاده بکنن. زمانی که ما یک عکسی رو براش آپلود میکنیم، این میاد هر عکس رو یک آیدی بهش میده که من میتونم اون آیدی عکس رو توی پرامپت خودم تگ بکنم. این خوبیش اینه که وقتی ما چند تا عکس یا ویدیو بهش دادیم، نیازی نیست که من توضیح بدم براش که برای این قسمت از پرامپت من کدوم یکی از عکس رو استفاده بکن. آیدی عکس رو بهش میدم، تگ میکنم، منشن میکنم، این میره از همون برای ما استفاده میکنه. به طور مثال همین عکس برای من آیدی @image1 رو گذاشته، من اینجا میتونم اینو تگش بکنم که @image1 و بعدش پرامپت خودم رو براش بنویسم. من قبل یه پرامپتی آماده کردم، اینو بذارید براش پیست بکنم. اینجا بهش پرامپت دادم که من یه اره برقی دستم میگیرم، شروع میکنم با عصبانیت، این میز جلوم و مانیتور همه چی رو نصب میکنم، بعد به دوربین نگاه میکنم، خیلی حالت ساتیسفاید و رضایتمندی رو دارم، یه دیوانگی به تمام معنا. ولی فکر نمیکنم که اینو برای من جنریت بکنه. الان اگه روی دکمه جنریت بزنم 40 تا کردیت میسوزونه. من الان 166 تا کردیت دارم، کردیت نخریدم، خودش به صورت رایگان به من داده و الان احتمالاً به من ارور میده که بله، چون که سرورها به شدت شلوغ هستن، برای کاربرهای رایگان نمیشه، باید پول بدی. حالا فعلا اینجوریه، یه چند روز دیگه که سرشون خلوت‌تر بشه شما میتونید با اکانت رایگان خودتون هم امتحان بکنید، ولی تست بکنید. شاید الان من نتونستم، شما یه وقت دیگه تست بکنید، ممکنه این اتفاق بیفته. من ویدیوی جداگونه براش ضبط میکنم چون قطع به یقین ارزش خواهد داشت که در موردش گپی بزنیم. پس این از کلینگ O1. خبر دوم مربوط هست به دیپسیک ورژن 3 و 2. منتشر شد، در دسترس ماست و ظاهراً یک شوک دیگه‌ای هست از چین به دنیای هوش مصنوعی. دیپسیک کلاً به این دلیل هی شوک میده به دنیای AI که
لولش در حد هوش مصنوعی های آمریکاییه، در حد جمنای، در حد جی پی تیه، ولی با قیمت خیلی کمتر. اینه که خیلی بورس آمریکا رو دستخوش تغییر انجام میده، دستخوش تغییر میکنه. حالا یک صفحه اناونسمنتی براش درست شده که دارن در مورد ویژگی های جدید ورژن 3.2 صحبت میکنن. اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم اینه که توی ورژن 3.2 اولا دو تا نسخه داره، یکی نسخه عادیشه، یکی نسخه اسپشاله هست. اسپشال همون اسپشال هست منتها به زبان ایتالیایی. فعلا نسخه عادیش در دسترس ماست توی وبسایتش، توی اپلیکیشنش، ولی اگه میخواید از نسخه اسپشال استفاده بکنید باید حتما از API برید و استفادهش بکنید. هنوز توی وبسایت در دسترس نیست. میگه که مدل 3.2 یک توازن عالی داره بین سرعت استنتاجش و طول ورودیش و سطح عملکردش مشابه GPT 5. نسخه اسپشالش توی استدلال‌های پیچیده میتونه با جمنای 3 پرو رقابت بکنه. خیلی ها. و اینجا یه بنچمارکی وجود داره که اومدن یک سری المپیادهایی رو سوالاتش رو دادن به این نسخه و اسکورهاشو که نگاه میکنید واقعا پرفکت عمل کرده. یعنی حالا من نمیخوام وارد عدد و رقم بشم ولی میبینید که رسما ترکونده دیپسیک 3.2 و من احتمال میدم که این شوک بعدی باشه که وجود داره با توجه به قیمتی هم که دیپسیک داره. یه ویژگی که در موردش وجود داره و اینا در موردش صحبت کردن اینه که میگن دیپسیک 3.2 اولین مدلیه که قابلیت تفکر در حین استفاده از ابزار رو به صورت توامان داره و از هر دو تا حالت thinking و غیر thinkingش استفاده میکنه. حالا من خودم تست نکردم ببینم چه جوریه، ولی اگر شما بخواید تستش بکنید میتونید تشریف ببرید توی chat.deepseek.com و الان شما اینجا به مدل 3.2 دسترسی دارید. اگر میخواید از مدل اسپشاله استفاده بکنید حتما باید از API استفاده بکنید، ولی مدل عادیش اینجا در دسترس ما هست. اگر من روی دیپ فینک بزنم و مثلا بنویسم که از نظر تو معنای زندگی یعنی چی و اینو براش بفرستم، الان با مدل 3.2 به ما جواب میده. اگرم براتون سواله که من چجوری تایپ صوتی میکنم، یک ویدیو توی دیسکریپشن براتون گذاشتم، میتونید نگاه بکنید. خب الان این داره فکر میکنه، توی مراحل تینکینگش هست و من میتونم فعلا اینو ببندم. خب فکر کردنش تموم شد، الان داره جواب ما رو میده. من کلا پنجره فکر رو میبندم برای 9 ثانیه. فکر کرد و نوشت که سوال بسیار عمیق و شخصیه. حالا نمیخوایم بخونیم دیگه، ولی ببینید دیگه داره جواب رو میده و انتظاراتی هم که ما داریم در حد GPT 5 و جمنای 3 و اینها هست، نه کمتر نه بیشتر، ولی خب با قیمت بسیار بسیار پایین‌تر. و اما خبر سوم یا شوک سوم، رانوی 4.5 هم منتشر شد. البته خبرش فعلا منتشر شده، همین لحظه شما نمیتونید ازش استفاده بکنید، ولی اینم خیلی مدل تولید ویدیویی عجیبیه، به خاطر اینکه رانوی شرکت کوچیکیه و اینکه تونستن با یه همچین تیم کوچیکی یه همچین مدلی درست بکنن برای تولید ویدیو، واقعا به یک معجزه شبیه. به این هم صفحه اناونسمنت مدل 4.5 یعنی جنریشن 4.5 رانوی هست. بریم یه نگاهی بهش بندازیم. نمیخوام شما رو درگیر عدد و رقم بکنم بگم چی اضافه شده، یه نگاه به ویدیوهایی که اینها درست کردن با هم میندازیم. یه چیزی که حتما اینو باید ببینید اینه، ببینید مقایسه ای که بین رانوی 4.5 و VOS و کلینگ 2.5. البته این کلینگ 2.5 اونی نیست که ما الان بررسی کردیم. الان با کلینگ اووان ما داشتیم اون سر کله می‌زدیم، یعنی این کلینگ 2.5 قدیمی است. و VOS 1 و سورای 2 پرو مقایسه‌ای که انجام شده رانوی 4.5 رو به طرز عجیبی بالاتر داره نشون میده. البته حالا باید در عمل دید که چقدر فوق‌العاده است. خب حالا ما یه سری نمونه ویدیو داریم، من یکم زوم بکنم اینجا برای شما. خودش گفته مثلا یه نمونه کامپلکسین یا صحنه‌های پیچیده، این پرامپتی بوده که بهش داده، نمیخوام بخونم. خب یه نگاهی بهش بندازید و این هم خروجیه که تحویل گرفتیم ما
ما یعنی در واقع تیم سازنده این هم پرامپتی بوده که اینجا داده و خروجی که تحویل گرفته. واقعا نتایج عالیه، واقعا عالیه. این هم و این هم نتایج دیگه ای هست. پرامپتاشو دارم بهتون نشون میدم، یا بذارید اسکرول بکنم، یه بابایی داره زیر آب شلیک میکنه. اینم پرامپتیه که بهش داده. من روی پرامپت میارم، یه لحظه اگه دوست داشته باشید میتونید پاز بکنید و ببینید که پرامپتش چی بوده، یا اینکه بیاید توی همین صفحه به خود محتوا دسترسی دارید. یا مثلا اینها هم جزو نمونه هایی هست که درست کرده. حالا هر نمونه رو تحت زیر عنوان ویژگی خاصی قرار داده. مثلا این رو در تحت زیر عنوان فوتوریالستیک قرار داده. اگر شما دنبال کارهای فوتوریالستیک هستید میتونید روی رانوی 4.5 حساب بکنید. مثلا این نمونه یا این نمونه واقعا فوتوریالستیکه، یا این نمونه یا نان فوتوریالستیک. اگر دنبال کارهایی هستید که بیشتر حالت غیر واقعی داره هم میتونید روی رانوی 4.5 حساب بکنید. چقدر قشنگه، چقدر پرفکته. یا این، یا اینجا، یا مثلا سینماتیک. اگر دنبال درست کردن فیلم های کوتاه هستید روی مود سینماتیک، یعنی رو حالت رو توانایی های سینماتیک رانوی 4.5 میتونید حساب بکنید. فوق العاده است. و اما چجوری بهش دسترسی داشته باشیم؟ همونطور که گفتم فعلا دسترسی در کار نیست، چون که ما الان اگر شما تشریف ببرید توی سایت رانوی، اینجا توی مدل هایی که قابلیت کار کردن باهاش وجود داره، مدل جنریشن 4.5 هنوز در دسترس نیست. احتمالا در روزهای آینده به زودی اضافه میشه، ولی فعلا میتونید از بقیه مدل ها استفاده بکنید. مثلا VOS O1 یعنی APIش رو خریداری کردن، VOS جنریشن 4 توربو و مدل جن 4، ولی جنریشن 4.5 هم به زودی اضافه خواهد شد. خب این سه تا ابرخبری بود که تو این 1-2 روزه منتشر شد. در ویدیوهای آتی حتما منتظر باشید که اینها رو براتون بررسی بکنم. توی کانال تلگرام اگر عضو نیستید حتما جوین بشید، چون ویدیوهای جدید رو که بذارم در لحظه اونجا بهتون خبر میدم.